به نظر من هر لباس یه داستان خاصی داره و تو با به تصویر کشیدنش بهش روح میدی و اجازه میدی که داستان زندگی شروع شه. تا حالا شده دلت یه لباس خاص بخواد که هیچ جا نباشه و دوست داشته باشی خودت طراحیش کنی؟ اگه وارد دنیای مد و خلاقیت بشی، قراره طراحی کنی، رنگا رو ترکیب کنی و کالکشن بسازی. تازه اونم با سبک و امضای خودت. راستی من فاطمه، مدرس دوره تصویرسازی. ما اینجا یاد میگیریم چطوری طراح لباس حرفه‌ای بشیم. از طراحی فیگور شروع میکنیم، بعد سراغ ایده پردازی میریم، رنگ و طرح رو انتخاب میکنیم و در نهایت لباسی طراحی میشه که امضای تو روشه. خیلی‌ها با یک ایده توی طراحی لباس تونستن که برند خودشونو بسازن. شاید نفر بعدی تو باشی. اینجا یاد میگیری که چطور خلاقیت تو به مسیر شغلی تبدیل کنی. اگر عاشق دنیای مد و فشن هستی، بیا توی این دوره و اولین لباس‌هاتو طراحی کن.